روزی که هیچ کس یا هیچ منبری اگر بگویم انتقاد بر رژیم ایران نداشت، این منبر صدا خور بلند کرد. به روزی که بالاخره از این منبر ارتباط به رژیم ایران، ارتباط به رژیم آخوندی ایران نقدی که داشت، فکر نمی کنم که جای دیگری اگر صدا هم بلند شده باشه بعدها بلند شده. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این آیه مبارکه خلاصش اینه که یک روزی نشه ای اهل ایمان که دشمنی شما با دشمن شما را از چی؟ شما را از عدالت باز بداره. اگر یک روز دشمن شما هم به مقابل شما روبرو شد که به حق بود، باید شما با او با عدالت برخورد کنید. نگویید که این دشمنه، برو فرصت خوبی به دست آمده و فرق سر ازی بکن. همیشه باید یک مؤمن، یک مسلمان حرف حق و عدالت را مطرح بسازه. همه ما خوب میدانیم حکومت ایران موقفش، سیاستش به دنیا واضح و مشخص. اهل سنت ایران وضعیت اینا چگونه هست؟ شما میگیم مهاجرین افغان به اونجی به تکلیفه، مگر اهل سنتی که ایرانی الاصل هستن داخل ایران راحتن؟ در اکثریت شهرها در ایران اهل سنت مسجد ندارن. اهل سنتی که بیش از 25 میلیونن، یعنی بیش از 25 میلیون اهل سنت ما در ایران داریم که اونها در اکثریت شهرهای ایران مسجد ندارن. برای اهل سنت به اکثریت شهرها اجازه مسجد داده نشده. خب شما چی توقع دارید؟ او برای سنی ایرانی خود اجازه مسجد نمیده، اجازه نفس کشیدن راحت نمیده. میخوایی که این مهاجرینی که غیر قانونی رفتن به کشورش پیش روی اینا فرش سرخ پهن کنه؟ توقع هم از خود حد داره. میخواییم چه کار باید بشه؟ از اهل سنت به تهرانی که با او جمعیت بزرگ یک مسجد از اهل سنت نیست. همین شبها نماز تراویر در اکثر شهرهای ایران اهل سنت به دزدی نماز تراویر میخوانند. به اینه که مساجد تخریب نشد، مسجد شیخ فیض شهید نشد، مساجد یکی پی از دیگری تخریب نمیشه، علما یکی پی از دیگری به نامهای مختلف شهید نشد. پس به این عزیزان و بزرگواران، حالا میایم کم دامن رسیتر. اهل سنت و جماعت ایران بازم یک طرف، الان هزاران شهروند ایرانی که خارج از ایرانه آماده به کشور خود نمیتانه. چرا نمیتانه؟ چرا ایرانی باشه داخل ایران نشه؟ خب پس معلومه که در اینجا مسئله بحثیه که حالت دیکتاتوری، حالت بالاخره خفقان و بر سر از اون ملت ایران، ملت شریف ایرانی که چی در داخل ایران چی در خارج از ایران الان درد میکشن، خودنا درد میکشن. پس بناهن عزیزان و بزرگواران، حرفم این هست، ظلم و ستمی که برای افغانها در ایران شده یا میشه، اولا در فضای مجازی که پخش میشه، ما باید غور و بررسی داشته باشیم آیا این حقیقت داره یا نداره. یک. دوم، آیا دست دشمنا کار میکنه مثل که روسیه و اوکراین به جان همدیگر افتادن، ملت اوکراین رو به خاک و خون کشیدن؟ چی باشه که امروز شاید دست آمریکا چون از این منطقه قطع شد بیای ملت افغانستان و ملت ایران رو به جان همدیگر بندازه و این دو سرزمین پس به خاک و خون بکشانه. قرآن میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر دشمن شما هم با او روبرو میشوید شما عدالت را فراموش نکنید. بعضی دوستا گفتن شما چرا صدای خود را بلند نکردید در این روزها؟ عزیزان من، صدا زمان بلند میشه که ما دیگه مرجعی نداشته باشیم.
الحمدلله حکومت اسلامی داریم. وقتی من در فضای مجازی ظلم و ستم بعضی و عده‌ای از ایرانی های از خدا بیخبر نسبت به افغان ها دیدم، بعضی، نه همه ایرانی ها، بعضی، اولین کسی که شاید من فکر میکنم که خبر به دفتر مشرتابه به شخص جناب امیر المؤمنین حفظه الله رسانده باشه از این مرجع بوده. خبر به امیر المؤمنین رسیده و بعداً با بزرگان مرکز خودم شخصا صحبت کردم، همراه مجاهد صاحب صحبت کردم و بعداً بزرگان سفیر ایران را خواستن، با او صحبت کردن و بعداً وزیر خارجه من و شما با وزیر خارجه ایران در تماس میشه، صحبت میشه و این قضایا در حال حل. ما در رژیم گذشته که اینجا فریاد سر میدادیم، آن روزی که افغانها را سوختاندن، آن روزی که افغانها را به دریا انداختن، آن روزی که افغانها را تکه تکه می کردن، از این منبر وقت فریاد می زدیم کسی نبود که ما به او مراجعه کنیم. ملت شریف افغانستان امروز الحمدلله حاکمیت دلسوز و رهبریت دلسوز داریم. امروز از آدرس ملت افغانستان به خاطر مظلومیت مهاجرین داخل ایران سفیر ایران خواسته میشه، با او حرف زده میشه. امروز باید ما از راه گفتگو قضیه را فیصله بکنیم. این که بعضی برادرها میگن شما چرا بالاخره از طریق منبر و اینها اشاره نکردید؟ ما حرف خود را اول به مسئولین میرسانیم. الحمدلله امروز مسئولین دلسوز غمخوار امروز در سرزمین من و شما حاکمیت و حکومت اسلامی، پس به اینه که ما باید قضایا رو به گفتگو حل بکنیم و الحمدلله امروز میبینیم رو به حلم هست. سفیر ایران حاضر میشه به تلویزیون و بعد مطرح میکنه قضایار و کل این قضایار میگه 5 میلیون افغان در ایران هست، در بین 5 میلیون خب این تعدادی که غیر قانونی رفتن در یک جای تخلفی میکنن خب با اونا برخورد میشه، قانونی برخورد میشه و کسی حقم داره که قانونی برخورد بکنه. من میخوام این حرف رو بگم برای مهاجرین عزیزی که وطن خود را ترک کردن و رفتن به پشت مرزها با ذلت و خواری زندگی میکنن. میخوام برای اونها بگم همین مرزهای امروزی که تعیین شده اینا به خاطر چی هست؟ خب حالا یا خوب یا بد، یا شایسته یا ناشایست، مرزهای تعیین شده، جغرافیای گفته شده که ای افغانستان، ای ایران، ای پاکستان، ای فلان، ای فلانستان و اینهای. خب اگر کسی به می دیوار خانه من و تو هم غیر قانونی بالا بشه چه کار میکنی؟ کشوری قانونی ویزا میده، نه تنها به ایران، نه تنها به پاکستان، به هر سرزمینی که میری قانونی برو، قانونی داخل بشو، ویزا بگیر، پاسپورت بگیر، ببین برای تو کی بی حرمتی میکنه. آیا به یک نفری که پاسپورت داشته قانونی داخل شده آیا برای بی حرمتی شده؟ آیا بی عزتی شده؟ خب بیای مطرح کنه که از گریبان سفیر انسان بگیره و بکشانه که ویزا دادی، با عزت و حرمت از او پذیرایی بکن. 2 پیام دارم. پیام اول من اینه که برای ملت الحمدلله حکومت اسلامی داریم، از رای مجرای قانونی گفتگو میشه، گوش به فرمان امرای خود هستیم. اگر همین لحظه امرای ما دستور بدن حرکت میکنیم رو به طرف آزادی تمام دنیا، نه تنها یک شهر و یک کشور. اما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این فراموش نکنیم، اطاعت از الله و الرسول و اطاعت از اولی الامر. نکته دوم برای سفیر ایران هست، برای مسئولین ایران هست، اینه که ظلم و ستم کنار بگذارید. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی والله شب دیگر نمی سوزد. اتق دعوت المظلوم. اگر 10 تا افغان بیعقل و ساده به اونجی جرم و جنایت کرده، شما حق ندارید او کارگر مسکینی که به خاطر لقمه نان رفته شما او را
شما او را آزار و اذیت بکنید، فرزندش را، ناموسش را، طفلش را، این حق برای شما نیست. اتق دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم، بترسید. فقاره چون بلند شود آخر سرنگون میشه. پس به این برای مسئولین ایران میگم، مهاجرینی که غیر قانونی هن، وقتی اونها را دستگیر میکنید برخورد انسانی داشته باشید، برخورد انسانی. حالا اگر مسئله اسلامی مد نظر نمیگیرید، برخورد انسانی داشته باشید. اونها را احترامانه بیاورید سر مرز، به کشورشان تسلیم کنید. نکته دوم برای سفیر ایران میگویم. آقای سفیر ایران در مصاحبه خود میگن که ما الان روزانه 4.5 تا 5,000 ویزا صادر میکنیم، تا 5,000. این به رخ ملت افغانستان نکشید. این را به خاطر خدا شما نمی کنید، به خاطر ملت افغانستان هم این کار را نمی کنید. هر ویزایی که صادر میشه 80 یورو، 20 یورو دگم بالاخره دست کمی، حالا بیشتر مصرف میشه، 20 یورو دگم میگذاریم، میشه 100 یورو. یعنی 1400 و چند میلیون تومان شما روزانه از اینجا میبرید، باز به رخ ملت افغانستان میکشید که ما به شما ویزا میدیم. شما به خاطر خدا ویزا نمیدید، به خاطر یورو ویزا میدید. این را باید مد نظر داشته باشید. من از بزرگان امارت اسلامی این را میطلبم که این را باید مد نظر داشته باشند. هر کدام ما باید ملت را تشویق بکنیم. روزانه 50,000 یورو از این سرزمین بیرون میشه. این به ضرر ملت نیست، این به ضرر این سرزمین نیست، این به ضرر بالاخره ما باید با طعنه همسایه های نامهربان را بکشیم. ما باید طعنه همسایه‌ای که روزانه در او سرزمین به اصحاب پیامبر توهین میشه، به ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره توهین میشه، ما باید این در بکشیم. ما باید این سرمایه را انتقال بدیم. به اینه که رژیم غدار آخوندی رژیمی نیست که ما بیاییم از این توقع داشته باشیم. اشتباه است که تو توقع داری که در ایران غیر قانونی بری و برای تو احترام بشه. به اونهایی که میگم اهل ایرانن، شهروند ایرانن، از زمره بالاخره خود ایرانیان، به داخل کشور به تکلیفن، بیرون از کشور هم ایرانی هایی که وارد ایران شده نمیتوانند. بناهن برگردید، از تمام مهاجرینی که اونجا زندگی میکنن برگردید. والله العظیم به اونجا به پیش برق و گاز و به اینها نشسته اید. بیایید در کشور خود چراغ موشک یک بالاخره شمعی روشن کنید، در کنار شمع بنشینید، در تاریکی بنشینید، نان خشک بخورید. خیلی با عزتتر و با آبروتر و با شرفتر هست. الله سبحانه و تعالی همه مهاجرینی که در تمام دنیا سرگردانن، الله سبحانه و تعالی اونها را به کشورشان، به افغانستان عزیز صحیح و سالم برگرداند. از تمام مهاجرینی که در تمام دنیا در اکثر کشورها اونها قرار دارن، این را می طلبم که کشور شما الحمدلله فتح آماد، پیروزی آماد، کامیابی آماد، امنیت آماده. بیایید کشور خود را بسازید، بیایید کشور خود را آباد کنید، بیایید سرزمین خود را بسازید، بیایید در داخل کشور خود با عزت و با آبرو بیایید زندگی کنید. همین ایرانی که من و شما روزانه میگیم نزدیک به 5,000 انسان میره، شما پرسان کنید همین هایی که در ایران زندگی میکنن صدا اذان رو میشنون؟ صدا اذان اهل سنت بلند میشه؟ در اکثریت شهرها مسجد هست. شما کجا میخواهید بروید؟ طعنه چی کسانی شما قبول میکنید؟ شاید بعضی از برادرها بگن که این ملا بالاخره از شکم سیر خود گپ میزنه. برادر عزیز و گرامی، هیچ کس از گرسنگی نمرده، هیچ کس. قبرستان ها رو شما بروید نگاه کنید، آیا یک نفر سر قبری نشسته که این فلانی از گرسنگی مرده؟
چقدر جوانان ما به ایران رفتن معتاد برگشتن، چقدر جوانان ما داخل چاها مردن، چقدر جوانان ما از سر خوازه ها افتادن، چقدر به جوانان ما بی‌حرمتی شده، چقدر به ناموس این سرزمین در مسیر راه رفتن و اینها بی‌حرمتی و هتک حرمت شده. به این عزیزان من بیاییم با عزت زندگی بکنیم. امروز پرچم کشور من و شما، پرچم حکومت اسلامی در کنار مسجد الاقصی بلند میشه. مسجد الاقصی پرچم لا اله الا الله را بلند میکنن و از ملت افغانستان میخواهند که شما ملت شجاع هستید، قهرمان هستید، شما امروز قهرمانی خود را به دنیا ثابت کردید. ما ملتی نیستیم که بالاخره بریم طعنه‌های این و اون رو بپذیریم و قبول کنیم. ما ملتی نیستیم که به خاطر یک ویزه بیایم بالاخره ده ها توهین به اصحاب رسول الله بشنویم و سر پایین بندازیم. والله العظیم این را قسم یاد می کنم که اگر همین لحظه بزرگان امارت اسلامی اجازه بدن مجاهدین جان بر کف تمام دنیا را اگر بزرگان امارت اسلامی اجازه بدن مجاهدین جان بر کف پرچم لا اله الا الله را در کاخ سفید آمریکا به اعتزاز برخوابند. ما ملتی نیستیم که کسی بیایه به ما طعنه بده، ما ملتی نیستیم که کسی بیایه فرزند ما را به بوکس بزنه و او را خفک بکنه، ما ملتی نیستیم که کسی بیایه به ناموس این سرزمین کوچکترین حرف مطرح بکنه. برای تمام کشورهایی که مهاجرین افغان در اونجا هست این را میگویم که به مهاجرین بی‌حرمتی نکنید، به مهاجرین بی‌حرمتی نکنید که ملت افغانستان اگر صبر و حوصله‌اش از سر رفت همه میدانید که با 40 کشور کفری دنیا با تمام دندان مسلح در مقابل اونها استاده شد، در مقابل اونها رزمید. این کلیپ هایی که در فضای مجازی اینهایی که چی از گذشته و چی جدید اینها دیدنش قابل تحمل نیست. درسته او غیر قانونی رفته اشتباه کرده مجبور بوده، جو و شرایط و فضا حالا دانسته یا ندانسته و یک نفر 2 نفر 10 نفر جرم میکنه، اما تو کل مردم کارگر و ضعیف و بیچاره بگیر و بالاخره شکنجه کن، داخل یک خانه بندان، آب بده، نان بده و بالاخره اونها را مثل یک حیوان داخل یک قبل قرار بده و اونها را شکنجه جسمی و روحی داشته باش. همه مسلمان ها انما المؤمنون اخوه، در کنار از ما همه افغانیم، اول مسلمانیم و افغانیم. به او خدای محمد قسم، به او خدای محمد قسم، به او ذاتی که من و شما را آفریده که جمعه و ماه مبارک رمضانه، اگر بدانم که به دختر افغان و به دختر مسلمان در شرق و یا غرب بی حرمتی بشه، ای جان فدای عزت و عفت دختر مسلمان هست. الله سبحانه و تعالی کشور عزیز ما را همانطوری که امن و امنیت آورده همه مشکلاتش را و سایر مشکلاتش را برطرف بسازه و مهاجرین افغان از تمام دنیا، از هجرت و از غربت و از اینها خلاص بشن، برگردن، بیایم همه ما در کنار هم دیگر کشور خود، سرزمین خود آباد کنیم. در اول ماه مبارک رمضان، اوائل ماه مبارک رمضان، مردم فلسطین که بعداً شما شاید هم بعضی دوستا دیده باشن و بعضی هم در آینده میبینن، پخش میشه از طریق فضای مجازی، مردم فلسطین جمع میشن، جمعیت بالاخره هزاران نفر جمع میشه، پرچم امارت اسلامی و حکومت اسلامی رو بلند میکنن
به فال نیک میگیرن و میگوین که امروز برای ما دریچه امیدی پیدا شده. من میخواهم به خاطر دلداری و دلجویی ملت مؤمن و شریف فلسطین چند جمله کوتاه به زبان خودشان برای اونها اشاره میکنم و برای اونها میگویم که شما تنها نیستید. فلسطین و قدس و بیت المقدس متعلق به عرب و یا یک قبیله خاصی نیست، بلکه متعلق به همه امت اسلامی است. اولا اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول بنيابة الشعب الافغانية للشعب الفلسطين: يا ايها الاحرار، يا اهلنا في فلسطين الباصلة، يا ايها المجاهدون الابطال. يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أيها المجاهدون في الأرض المباركة، نحورنا دون نحوركم، أعراضنا دون أعراضكم، فوالله ما نسيناكم ولن ننساكم. يا أهل فلسطين، يا أيها الإخوة والأخوات، فأنتم في القلب مكانا، ولا نصر الله قوما خذلكم، فأنتم طائفة المنصورة منكم. تعلمنا معاني البطولة والجهاد. يا أحفاد الفاروق، يا أحفاد الفاروق، ويا أحفاد صلاح الدين، ويا أحفاد قطز، أبشروا فإن نصر الله لآت. أبشروا فإن نصر الله لآت، وإن أحفاد سلمان الفارسي على خطى عز الدين وياسين وعياش قادمون. أقول كلمة. يقول سبحانه وتعالى: نصر من الله. أيها المجاهدون المبارك، أيها المجاهدون في أرض المبارك، يقول سبحانه وتعالى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه الوعدة من الله سبحانه وتعالى. أقول كلمة مختصرة لبني صهيون: يا بني صهيون، يا طغاة الأرض، أبشروا بذل وهوان ينزل عليكم من فوق 7 سماوات. أقول بكل طواغيت العالم، أقول بطواغيت الأرض: فدولة الظلم ساعة، ودولة العدل والحق والحرية إلى أن تقوم الساعة. يقول سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أبناءنا في القدس والخليل وغزة الأبية، يا أبناءنا في القدس والخليل وغزة الأبية، لن ننام قرير العين ولن يهدأ لنا قرار، وما بقيت أقصانا تئن في قيود الاحتلال. قسما بالذي رفع السماء بغير عمد، قسما بالذي رفع السماء بغير عمد وحرر الكابول بمدد تلو مدد، أن فجر تحرير الأقصى قد اقترب أجله، فأبشروا فإن نصر الله قريب. فأبشروا فإن نصر الله قد اقترب، فإن جباه مجاهدي أفغانستان تعطش
يا أيها المجاهدون في أرض المباركة، فإن جباه مجاهدي أفغانستان تعطش سجودا بين يدي الله على أرض المسجد الأقصى التي بارك الله حولها. يا أيها المجاهدون الأرض المباركة، يا أهلنا في فلسطين الباسلة، يا أيها المجاهدون الأبطال، اعلموا وأن المجاهد الأفغاني إذا وعد وفى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. به تمام ملت فلسطین نشان میدیم اگر دروازه باز باشه و دروازه را باز بگذارن، عزیزانی که به آزادی قدس و فلسطین آماده اندستان خود را أقول للشعب الفلسطيني هذه الشعب الأفغاني وهؤلاء الشباب الأفغاني كلهم يجهزون لدفاع ولحرية المسجد الأقصى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل عالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. این پیام شما بود عزیزان من برای ملت فلسطین. ترجمه جملات اخیر فقط میگم ای بود که برینا وقتی اونها اینقدر توقع دارن ما گفتم که ان المجاهد الافغانی، مجاهد افغانی، جوان افغانی اگر اذا وعد، وقتی وعده کرد وفا میکنه. الله اون روز فراهم بسازه که همه ما به آزادی مسجد الاقصی بریم، به آزادی بیت المقدس بریم در خانه الله، در مسجد الاقصی، سرزمین انبیا، در اون مسرای نبی کریم صلی الله علیه و سلم، اونجا نماز بخوانیم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک.